ادامه برنامه اخبار. قطوس پروری یکی از ساحه‌های کمخرج و سردرآمد بوده. در شرایط کوهستان پرورش قطوس با مقصد موافق میباشد. در ناحیه بلندکوه مرغاب این ساحه سال تا سال رشد نموده، سرشماری آن زیاد و خوجگیداران استحصال گوشت پرهیزی قطوس را افزون مینمایند. گزارش همکاران ما. قطوس پروری یکی از ساحه‌های کمخرج و سردرآمد بوده. اساساً در حدود پامیر شرقی و وادی جوشنگوز ناحیه رشدقلعه رو به ترقی دارد. پرورش آن در شرایط اقلیم دشت‌های بلندکوه پامیر شرقی و دیگر مناطق کوهسار تاجیکستان فایده خوب می‌آورد. در سال 2019 سرشمار قطوس به 24525 سر رسانده شده، نسبت سال 2018 322 سر زیاد میباشد و امکانیت افزایش دادن سرشمار در ولایت مختار کوهستان بدخشان پورا موجود می باشد. دشت‌های بلندکوه پامیر شرقی طبیعت تند داشته باشند هم برای قطوس پروری شرایط کافی دارند. قطوس حیوان است که علف‌های کوهی را استعمال می نماید. از بس که در ناحیه مرغاب برف کم می بارد، قطوس در تمام فصل سال در هوای گشاد چرا می نماید. چراگاه‌های بلندکوه ناحیه مرغاب در 600,000 گکتار دامن گستردند که همشان اقلیم خنک خشک دارند. قطوس به خنکی‌ها تاب‌آور بوده تا بلندی‌های 4,500 متر از سطح بحر سکونت کرده می‌تواند. وادی جوشنگوز ناحیه رشدقلعه نسبت دیگر مناطق تاجیکستان اقلیم فرق کننده داشته، مثل ناحیه مرغاب دارای دشت‌های بلندکوه میباشد که قسماً در فصل زمستان با برف پوشیده نمی‌گردند. از این سبب برای پرورش قطوس شرایط مناسب دارند. مقصد اساسی استحصال محصولات می باشد که خوش صفت و ارزان باشد. قطوس های ذات پامیری چه ناحیه مرغاب و چه وادی جوشنگوز ناحیه رشدقلعه از 360 تا 400 کیلوگرم وزن زنده دارند. دیگرگون شوی اقلیم به پرورش قطوس بی تاثیر نمی ماند. در سالهای کم بارش لازم می آید که بعضی چراگاه ها آبیاری شوند. حاضر چنین چراگاه ها در حدود ولایت خیلی کم هستند. در نظر است که در آینده نزدیک آبیاری چراگاه ها براه مانده می شود. عین حال در حدود بلونکول جماعت دهات علیچوری ناحیه مرغاب 20 گکتار زمین آبیاری گردیده، حاصلش برای زمستان گذرانی چارو ذخیره گردیده است. در نظر است که با چنین اصول در دیگر موضع ها هم مساحت معین زمین آبیاری خواهد گردید.